قدر در دهه آخر ماه مبارک رمضان است، ولی کدام شب نامعلوم است. هر سال تغییر می‌یابد. نزدیکترین این قولها و صحیحترین آنها بنابر تحقیق بعض علمای محققی مانند شیخ الاسلام تیمیه چخیلی گفتن که صحیح و انها فی العشر الاواخر تنتقل. قول صحیح از بین این 50 قول این است که شب قدر در همین 10 شب آخر رمضان انتقال می‌یابد. یعنی یک سال ممکن شب 21 است، سال دیگر شب 27 است، سال دیگر شب 24 است. یعنی دور میزند، انتقال میکنه. هر سال هر خیل هست، لیکن در همین 10 شب است. و این قول امام مالک است و قول سفیان ثوری است و قول امام احمد است و قول اسحاق بن راهوی است استاد امام بخاری و قول ابو ثور است و اینچنین ابن عبدالبر این سخن را به امام شافعی نسبت داد و این سخن امام نووی و سخن خود حافظ ابن حجر رحمت الله علیه و جمع از علمای محققین است که شب قدر در دهه آخر ماه مبارک رمضان است، ولی کدام شب نامعلوم است. هر سال تغییر می‌یابد.